بشین دیگه. خاکیه چی بشینم؟ خاکیه؟ داری میری خاک بخوری بعد میگی این خاکیه. بیا چی میرم؟ شما مگه میری خدمت با ما؟ نه من چهار بالایی پیاده میشم. آقا میتی چی شده؟ هیچ. آقا خیلی تو خودتی. یاد یه برنامه افتادم آدم بده. کما زدی خودت هم بعدا میفهمی. برو بشین زد. حاجی سیگار میکشی؟ او سیگار چیه قربونو دو برم سیگار برای ما افت داره. زارت برای اون وقت بنده کاسب عشق هستم. سیگار با وسایل غیره ازوشنی بلند. چی داری الان بدیم ما به رفیق جماعت جنس نمیدیم. دست تو بنده با من و تو رفاقتی نداریم. حالا با هم رفیق میشیم فعلا با هم دیگه کار داریم. آقا راننده میشه نگهداری؟ چرا؟ سندمو نیاوردم میخوام برم دستشویی. ای بابا بابا اصلا درد نداره چه. من اولین بارم نیست که میام خدمت، 5 بار خدمت اومدم. آخرین بارم بهم گفتن چه بیا بهت درجه بدیم، من قبول نکردم. من تازه زنجم رفتم، یه پا مصنوعیه. میخوای نشون بدم بهتون؟ نه. آخرین زنجم با برادرم بودم و اسیرش حامد خودت بهشون بگو. آره اسیر شدم ولی نه اسیر دشمن، اسیر خودی. جسمم اسیر نشد، روحم اسیر شد. اگه جمله شش مافیاتون تموم شد بریزیم پایین، رسیدیم. آقا سلام. من اومدم قفسه بگیرم واسه کارخونه دایم، پولم نرم. مشکلی نیست، تو قفسه بندی وکیلی ما مقصود 2 ماهه به شما قفسه میدیم. بعد 2 ماه قفسه‌های استوک صنعتی ما 1/10 قیمت بازاره. مطمئن باشید که پولش هم جور میشه. بعد شماره‌تون رو به من بدید. یادداشت میفرمایید. 0912 1700 1800. من اصلا دایی نرم. به فرمان من حد جلو نظام خبر دور. آفرین باریکلا. به چپ چپ. باریکلا. به راست راست. آفرین. جناب سربازه جدید تحویل شما. به فرمان من بشینن. برپا بشینن. ببینم تو چرا بشین پاشو نمیری؟ بابا جناب تشریف ما رو روشن کن. یه بار میگی بشینن، یه بار میگی بپاشن. بشینیم یا بپاشین؟ ببندید دهنتونو. همه گروه سینه‌خیز. من سینه‌خیز نمیرم. اشکال نداره تو نمیخواد بری. اون بیرون هر چی بودین واسه خودتون بودین. اگه لات بودین لات محل خودتون بودین. اگه یاکوزا بودین واسه خودتون بودین. اینجا فرق میکنه. جناب به خدا ما بیرون هم هیچ کوی نبودیم. تو رو خدا ولمون کن بریم دیگه. بابا والا ما بیرون هم همش کتک خور بودیم بابا، بس دیگه. حالا با سوت من همه برپا. بچه‌هایی که جدید اومدن خوب گوشاشون رو وا کنن. اینجا شماها جدید محسوب میشین. سربازای قدیمی بالاتر از شما. هر چی به شما گفتن جوابش فقط یک کلمه است. اون چیه؟ یه پسی میزنیم میگیم بدو بینم. آی رفیقای ما مالا الله اکبر. ما درو خیلی بودن. این پسر اسکوله. بیا تو بابا بیا. کی این حرفو زد؟ میگم کی این حرفو زد؟ یا معرفی میکنید یا میدم کل پادگان و سینه‌خیز برین. حالا دیگه خودتون میدونین. تو بودی؟ بیا بیرون ببینم. ایده مشکل خوبیه بهت گفتم. آقا ما میدونیم کی بود. پس کی بود؟ جفتتون دور پادگان سینه‌خیز میرین. آقا حامد که چیزی نگفت ببخشیدش. اینجا باید یاد بگیرین که پشت هم باشین. دستمالکش نباشین. شما مهارت شناسشو باشون سینه‌خیز برو. زود باش. آقا کار اومد دستشویی گذشت. اجازه است برام همون؟ پدری ازت در بیارم. آقا من چیکار کردم؟ پدری ازت در بیارم. ببین چه بلایا ثابت زمین تسبیحمو میگم.
این پوست پیاز ما رو فروختن. نه صاحب گلدان مجانی میدن. من 45 اما بزرگ بده به من پاتن. ای بابا کی با این آخه بدنشو میشوره؟ مگه تو با گلنار بدنتو میشوری؟ باید چیکار کنی؟ با اینا باید سرمونو بشوری. داشتمید ولی بچه‌ها مصرفشون بالاست با دوتا هم کارشون راه نمیفته. داداش ما اومدیم اینجا که کم مصرف بشیم دیگه. خوب گوش کنید ببینید چی میگم. تا 20 میشمرم. باید همتون لباستون رو عوض کنید بیاد اینجا به خط بشین. ببینین 1 همه توی صف وایسین میخوام آمار بگیرم. حامد میگه ما آمارمون خرابه الان آمار نجیده ضایع بشیم. بابا کی با آمار من تو کار داره آقا نشتی؟ آمار صبحش خوبه. کجا بودی؟ چرا دیر رسیدی؟ من همیشه دیر رسیدم. شاید باید با قطار قبلی برمیگشتم. اوف سرباز اکبری، سرباز حسنی، اینو ببرین انفرادی تا بفهمه اینجا خونه خاله نیست، اینجا خدمته. خب بخچین. از هر کی پرسیدم بلند و رسا میگه مثلا اینطوری: من استوار دوم اصغر حیدری هستم قربان. بنده استوار دوم مهدی تبریزی هستم قربان. تو استوار دومی؟ الان نیستم ولی قبلا بودم. فعلا دور پادگان و سینه خیز برو تا بهت بگم کی هستی. خب حالا تو بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حامد تبریزی هستم قربان. با مهدی تبریزی نسبتی داری؟ بله من برادر استوار دوم مهدی تبریزی هستم. تو برو بیرون صف بشین، پاشو برو. تو کی هستی؟ من نوکرتم. اسمت چیه؟ ما رفیق استوار دوم مهدی تبریزی هستی. تو هم برو گم شو سینه خیز برو. من مهدی امینی هستم قربان. آفرین. با اینا که نسبتی نداری؟ با حامد یا مهدی؟ با مهدی. با مهدی نه. با حامد چی؟ با حامدم نه. منو گرفتی؟ تو هم برو کنار بقیه سینه خیز برو. گم شو. من علی کوچولو هستم قربان. برم بهتری؟ بابا دیوونم کردین. من دست شما چیکار کنم؟ دارود پیش خودمونه، نگاه بکن. اینه یه قلوب میزنی میشی میزون. این روز اولش. بقول بده بالا. گم شید برید تو آسایشگاه بابا. حالت عادی بشینید. طاهر جان بیا اینجا. جا. ببین بابات زنگ زد به من، با هم صحبت کرد، سفارش تو کرد. هر کاری داشتی به من میگی. نمیدی همه چی حله، خیالت راحت باشه. برو تو آسایشگاه پیش بچه‌ها. برو. یا الله بودو بینم دریا قلبت کنین. داشام الان میگین چیکار کنیم؟ من بگم. شما دهن تو ببند. آقا سلام. داشمید یاکوزا. آقا واقعا انفرادی خیلی سخت میگذره. داشتم چرا پیر شدی داداش؟ تهران چقدر عوض شده؟ مشتی تو فقط یه ساعت رفتی انفرادی. داشتم یه جوری تعریف می‌کنی انگار مثل من تو زنج بودی. واقعیتش داشتم داخل انفرادی پشتم خالی می‌زدم، یه عقاب خفن یهو گفتن بیا برو بیرون. داشتم اینا رو ول کن. اون نامردی که سر صف منو فروخت کی بود؟ قیافش قشنگ تو ذهنم بود، سفید مفیدم بود. اون دیگه اونه. آقا گرم بپر بزنش بزنش حساب همه تون رو میرسم. بچه‌ها خسته این بابا، بریم بخوابیم. از آقا گفتی بخوابیم. من مثل یک عقاب باید بر بلندترین قله ها به تنهایی بخوابم. تو خونمون کلاغ هم نیست. علیکم السلام. با بچه رو اذیت نکن، هنوز زبون باز نکرده. ببین آوره، من کم حرف میزنم ولی حرف بزنم واقعا حرف میزنم. اینو 2 بار گوش کن چون من راجع به حرف زدن صحبت نمیکنم. چه تاثیرگذار. این الکساندر گراهام خدا رحمت کنه. این الکساندر گراهاندلو این یه کاری کرد تا این گوشی ها بیاد بیرون، اختراع کرد تا یه زنگ بزن بیان تو رو جمع کنن.
خودت هم بعدا میفهمی من چی گفتم. بخشی پسر جوان تو قدیمی اینجا حساب میشی؟ من خیلی قدیمیم آره. حاجی پس معلومه خیلی عتیقه. ببین بالا میستر، من میخوام یه جای راحت و دنج مثل اون بالا بخوابم. اونجا جای منه، تو باید زیر من بخوابی بابا. بریم بخوابیم بابا، بریم بخوابیم. این کچله اینجا چیکار میکنه؟ این چرا تهش اومده رو سرش؟ بچه جون یه بار دیگه دست به سرم بزنی پا میشم سیاه و کبودت میکنم. چی؟ بلند شو بینم. اوه اوی وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فس دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پایست و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان نمره 20 کلاس رو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان غذای هر روز ما شو برنج و عدسه غذای هر روز ما شو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانمو حالا میدونم قدر آشنانمو حالا میدونم ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا هله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر